قد کودکان و نوجوانان به 3 عامل مهم بستگی داره: ژنتیک، تغذیه و ورزش. اگه در دوران کودکی و نوجوانی یک سری مواد غذایی خاص مصرف نشه و همچنین یک سری ورزش‌های اختصاصی انجام نگیره، در آینده قد افراد به رشد کافی نمیرسه و کوتاه میمونه. پس این ویدیو خیلی مهمه. در برنامه امروز این مواد غذایی و ورزش‌ها رو به شما معرفی میکنم. موضوع امروز ما افزایش قد هست. همه ما میدونیم که ژنتیک و قد پدر و مادر عامل خیلی مهم و یکی از عوامل اصلی در تعیین قد افراده. آیا با توجه به این موضوع ما میتونیم دستکاری روی قد فرزندان یا خودمون که الان توی سن رشد و نوجوانی هستیم داشته باشیم یا نه؟ بله. ژنتیک ما یک ظرفیت قدی رو برای ما تعیین میکنه، یعنی حداقل و حداکثری رو تعیین میکنه و ما میتونیم با یک سری راهکارها به حداکثر مقداری که ژنتیک ما اجازه میده به اون حد برسیم. حالا ما از کجا بدونیم که قد ما، یعنی این حداقل و حداکثر برای ما چقدره با توجه به ژنتیکمون؟ این یه فرمول خیلی جالب داره که برای پسرها و دخترها متفاوته. برای پسرها باید اینجوری شما محاسبه کنید: قد پدر به علاوه قد مادر به علاوه عدد 13 تقسیم بر 2، هر عددی بیاد، حالا از این یک بار عدد 7 رو کم میکنید و یک بار عدد 7 رو به اون اضافه میکنید، یک حداقل و حداکثر به دست میاد که این میشه بازی ژنتیکی شما برای افزایش قد. این رو با یک مثال توضیح میدم. تصور کنید که یک آقا پسری قد پدرش 174 سانته، قد مادر 165 سانته. حالا اینها رو جمع میزنیم: 174 به علاوه 165 به علاوه 13 تقسیم بر 2 میشه 176. حالا یک بار 7 رو کم کنید، یک بار 7 رو اضافه کنید. 7 رو کم کنیم 169، عدد 7 رو اضافه کنیم میشه 183. پس برای این پسر بازی ژنتیکی افزایش قدش بین 169 الی 183 هست. یعنی حد اکثر میتونه تا 183 سانت قدش رشد کنه، ولی بنا به شرایطی ممکنه 169 قدش باشه. حالا اگه این شخص دختر باشه یه مقدار فرمولش متفاوته. پس قد پدر 174 و قد مادر 165. 174 به علاوه 165 اینجا منهای عدد 13 میشه، تقسیم بر عدد 2 میشه، عددی که به دست میاد میشه 163. حالا از این عدد یک بار عدد 6 رو کم میکنیم، یک بار عدد 6 رو اضافه میکنیم. عدد 6 رو کم کنیم میشه 157، عدد 6 رو اضافه کنیم میشه 169. پس اگر این شخص دختر بود حداقل قدش میشد 157، حد اکثر قد میشد 169. این میشه بازی ژنتیکی این شخص برای قدی که در آینده خواهد داشت. پس میبینید که ما یک بازی قدی داریم و با یک سری راهکارهایی که در ادامه میدم به همین شخص میتونیم کمک کنیم به اون حد اکثره برسه که خیلی هم مهمه. حالا اگر پسر یا دختری هستید که توی سن رشد هستید، با راهکارهایی که در ادامه میدم میتونید به حد اکثر رشد ژنتیکی خودتون برسید. مورد اول که در پسرها و دخترها چه در سنین نوجوانی چه در کودکی کمک میکنه به حد اکثر رشد خودشون برسن ورزش هست. ولی چه نوع ورزشی؟ 4 گروه ورزش هست که شما باید سعی کنید در برنامه هفتگیتون باشه. نوع اول ورزش‌های هوازیه، مثل دویدن، پیاده روی سریع، دوچرخه سواری، استخر. گروه دوم ورزش‌های پرشی هست. هر نوع ورزش پرشی شامل این گروه از ورزش‌ها میشه، مثل والیبال، بسکتبال، طناب زدن، در جا پریدن، همه اینها شامل این گروه میشه. گروه سوم و مهم ورزش‌های کششی هست. هم ورزش‌های کشش عمومی که ممکنه به صورت نرمش صبحگاهی انجام بدید، ورزش یوگا خیلی مفیده، میتونید به صورت هفتگی انجام بدید. بارفیکس، آویزان شدن از بارفیکس خیلی مهمه، میتونید توی خونه یه دونه نصب کنید و روزانه چند بار در حد چند دقیقه از اون آویزون بشید.
و گروه چهارم ورزش‌های مقاومتی و قدرتی هست که فقط شامل نوجوان‌ها میشه و شامل بچه‌ها نیست. یعنی با دمبل کار کنید، میتونید باشگاه مراجعه کنید و با کش و دمبل ورزش‌های مقاومتی انجام بدید. ولی یه نکته‌ای که هست، نباید ورزش بدنسازی و توی باشگاه کار با دمبل سنگین باشه. اگر بخواید سنگین کار کنید توی این دوره، میتونه به صفحات رشدتون فشار بیاره و اثر برعکس روی رشد قدی شما داشته باشه. مورد بعدی که تأثیر خیلی زیادی روی رشد قدی افراد داره، چه در نوجوانان چه در کودکان، بحث تغذیه هست. سعی کنید به صورت روزانه حداقل 2 وعده پروتئین رو دریافت کنید. پروتئین در انواع گوشت‌ها، آجیل‌ها، حبوبات یافت میشه. مورد بعدی ویتامین دی و کلسیم هست که در انواع لبنیات، زرده تخم مرغ و همچنین غذاهای دریایی به وفور یافت میشه. مورد بعدی که خیلی حائز اهمیت، آهن هستش. آهن در انواع گوشت‌ها و انواع سبزیجات به فراوانی وجود داره. ویتامین‌های بعدی ویتامین آ و ویتامین‌های گروه بی هستند که در انواع گوشت‌ها، میوه‌جات، سبزیجات و همچنین غلات سبوسدار یافت میشه. مواد معدنی دیگه مثل روی، فسفر و منیزیم هم حائز اهمیتن که در انواع گوشت‌ها و دانه‌ها و آجیل‌ها یافت میشه و سعی کنید از تمامی مواد غذایی گفتم در طول هفته استفاده کنید. خب حالا ما انتظار داریم با این تمرینات و ورزش‌هایی که گفتیم باید انجام بدید و این مواد غذایی که باید به صورت روزانه مصرف کنید، شما به حد اکثر رشد قدی خودتون بر اساس ظرفیت ژنتیکیتون برسید. البته استثناء هم ممکنه وجود داشته باشه، یعنی بعضی از افراد پدر مادرش قدش خیلی کوتاه باشه ولی خودش قد بلندی داشته باشه و بالعکس افرادی قد پدر و مادر بلند باشه ولی اون قد کوتاهی داشته باشه. البته اگر شما در سن رشد و سن بلوغ هستید و حس می‌کنید در طی 1 سال اخیر هیچ گونه افزایش قدی نداشتید، توصیه می‌کنم سریعاً به متخصص غدد مراجعه کنید تا یه بررسی کاملی انجام بشه، چون ممکنه یک مشکل هورمونی یا مسئله‌ای باشه که رشد شما بی‌دلیل و به صورت پاتولوژیک متوقف شده تا اگر نیاز بود دارو، مکمل و همه اینها تجویز بشه تا سیر رشد طبیعی خودتون رو داشته باشید. حالا یه توصیه هم برای پدر مادرها داریم. اینکه با توجه به عددهایی که میگم در هر سنی باید کودک شما یه اندازه‌ای رو رشد کنه و اگر کمتر از این بود احتمالاً یه مسئله هست و باید به پزشک مراجعه کنید. در سال اول زندگی کودک در سال اول باید 25 سانتی متر رشد قدی داشته باشه. در سال دوم زندگی حدوداً 12 سانتی متر باید افزایش قد داشته باشه. در سن 3 الی 5 سالگی این حدود هر سال 8 سانتی متر حدوداً باید داشته باشه. این عددها حدودیه ولی حداقلش رو در نظر بگیرید. از سن 5 سالگی تا سن رشد یعنی سن بلوغ که به جهش رشدی میرسه هر سال حداقل حدوداً 5 سانتی متری باید افزایش قد داشته باشه. حالا اینجا به جهش رشدی یا بلوغ میرسیم. توی پسرها از بین سنین 10 الی 14 سال انتظار داریم حداقل هر سال 10 سانت به قدشون اضافه بشه و توی دخترها از سن 8 الی 12 سال انتظار داریم که هر سال حداقل 8 سانتی متر به قدشون اضافه بشه. اگه افزایش قد کودک شما با توجه به سنینی که گفتم از این مقادیر خیلی کمتر بود، حتما این رو لحاظ کنید که ممکنه مشکل رشدی وجود داره و حتما به پزشک مراجعه کنید. و اما مطلب آخر، ما برای افرادی که بالای 18 سال سن دارن و صفحات رشدشون بسته شده و دیگه افزایش قدی به صورت ژنتیکی نخواهند داشت، یک پکیج آموزشی برای افزایش قد این افراد که در 6 مرحله 6 ویدیو آماده کردیم و داخل کانال قرار دادیم که لینک این 6 مرحله و 6 ویدیو رو تو قسمت دیسکریپشن زیر همین ویدیو قرار دادیم تا به راحتی دسترسی داشته باشید و از اون طریق میتونید 1 الی 4 سانت افزایش قد رو در هر سنی که باشید به دست بیارید.
البته روش جراحی هم وجود داره، توی پاها انجام میشه که طبیعتاً هزینه و عوارض خاص خودش رو داره که اگر تمایل داشتید میتونید اون رو هم در واقع از طریق همکاران جراح ارتوپد انجام بدید. ممنون که این ویدیو رو هم تا انتها همراه من بودید. لایک این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال رو هم فراموش نکنید که از این طریق میتونید از ما حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.